سلام عزیزانم. بله این کانال کلشقند است. من هستم و من در مهمانی هستم در خانه برادرم و من از آشخانهشون در اومدم دیدم که کلینمون اینجا یک طعام خیلی خوب با مزه و عجیب از من تیار کرده استادن و من گفتم بیو من این رو به نوار گیرم. من امیدوارم که به شما پسند میآید و من میدونید یک چیز افسوس خوردم که من شتاتیفم رو نگرفتم. اگر شتاتیف رو میگرفتم و شاید این کار رو در آینده کنیم، برای که اگر اینجا جای خیلی ناز هست برای نوار گرفتن، شاید اگر شتاتیف رو موندیم حاضر اگر شتاتیف میبود دو کاسه میموندیم و دو کاسه این طعام رو تیار میکردیم. و هر حال کلینی ما خیلی دختر هنرمند هست و من شاید این کار رو در آینده کنیم، یعنی طعام هایی که یک جای پزیم او هم بسیار طعام های عجیب میپزد و شاید این کار رو در آینده کنیم. و حالا حاضر به گفتی مردم من امروز کامیرا چی هستم و من تنها نوار میگیرم، در مهمونی هستم و به شما این نوارها رو میگذارم. امیدوارم پسندتون. دخترهای عزیز من چقدر میبینید همه این پایو رو موهی رو به همین شکل بریده است تو آخر می دیدید و در آر تر کرد و حاضر در اینجا روغن گرم شده ایستاده است. بعد در روغن میمونم و حرارتی از همه بلند رو انتخاب کرده است تا که روغن خوب دوغ شود. و برای گرمیرش از این گلکرم در تفتون تیار میکند و از این سبزیجات ها هم خورش تیار میکند و هم برای تزیین ماهی. گلکرم رو در آب 5 دقیقه میشوند. این دستور در صفحه من هم هست. از این دستور ما هم اولوی استفاده میکنیم برای که گلکرم بسیار بامزه میآید و یک همچون گرمی و همچون یک طعام آلوده هم بسیار خوشخور است. 5 دقیقه میشونیم. بعدا سس ریخته در تفتون 15 دقیقه میمونیم و اینجا سحر دلمه کرده است و پخته است، تیار هست این طعامش. و میخوام گویم که در حقیقت به شتاتیف نوار گرفتن دشوار است برای که بینید دست آدم هرچند کوشش کنه دست میجنبد و نوارها خوب نمیآیند. و حالا سوسی گلکرم رو تیار میکند.
حالا آمیخته نمیکنیم، وقتی که به میز گذاشتیم بعد آمیخته میکنیم. برای من حاضرم خیلی است و ما تا اون وقت دیگه کار میکنیم. و دخترها با من چون مثل آدمی که بسیار کاسه و طبق را دوست می‌دارد، این نبار بسیار معقول شد. نباری نامش قطره، یعنی همه این ظرف‌ها به شکل قطره کپله و بسیار باور کنید نمیدونم از اون طرف چه خیلی میتواد، از نزدیک هم قدر زیبا که با من راستی که بسیار معقول شد. نبارش همه همین محصولات بینید به شکل قطره کرده شده است. این چیزایی که برای سوس هست، لالی های کلونش هم، اونهایی که مثلا طعم های دویم رو میگیرید هم به شکل قطره و کلون هم خیلی بسیار با من راستی معقول شد. و بازن دروزک هم دارد و لالی کلون هم دارد. در آخر میخواهم گویم که کدبانوانی عزیز حتما برای خودتان از همین ماشینه کاسه‌شویی خرید، برای که اینقدر کاسه و طبقی که افلاس شد همه آنها رو در همین ماشینه ماندیم و همه شد ماشینه تازه شست و گویا که یک یاردمچی بمیند. برای همین در خانه مخصوص اویلوی کلان باید حتما از این ماشینه باشد. خوب، امیدوارم این برنامه پسندتان آمد. تا دیدار، خداوند نگهدار.